میخوام شما رو دعوت کنم به دیدن کالکشن پاییزه یک استاد. چه روزها به سر میارم از دل تنها ز غمها. اصلا عجله نکنید، این یکی از معمولی ترین کاراشون بود. چند تا کار خفن دیگه شو میخوام براتون بذارم. بدجوری قفل چشاتم تو یه نوری که تابیده. خوبیش اینه که این استاد صحبت نمیکنه و نمیگه یه روش انحصاریه و اوکلوژن بیمار بدبخت رو هم به هم نریخته، همونجوری کج و کله هر جوری از کامپوزیت کرده فقط. حالا بعدی رو ببینید. تو نشستم یه گوشه پر حرف لب و قفل ترام نمیخوام نشین زیاد نزدیکم. اینکه توی این سه تا نمونه کاری که دارید میبینید انقدر حرفه‌ای تونسته معیارهای زیبایی رو جابجا بکنه، واقعا در عجبم. قسمت غیر قابل تحملش واسه من اینه که چرا اون بیمارا بلند نمیشن اعتراض بکنن که آقا این چه دهنیه برای ما درست کردی. شما هم به عنوان بیننده این ویدیو هر چی که دوست داری برای این هنرمند عزیز این زیر بنویس.